فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده عزیزی که چهارشنبه اخیرشون 1889 هست پرسیدن که قسم خوردن که فلان گناه رو مرتکب نشوند، باز قسمشون رو فراموش کردن و باز اون کار رو انجام دادن، باید چیکار بکنن؟ از نظر شرعی انسانی که قسم میخورد خب یک حکم شرعی هست. در روایت اومده من کان حالفا فلیحلف بالله، کسی که میخواد قسم بخورد حتما باید به نام الله متعال قسم بخورد و الا ترک بکند و بدون نیاز هم انسان نباید در واقع قسم بخورد. اما اگر کسی قسم خورده بود یک کاری رو انجام ندهد و انجامش داد و اگر یا این که در واقع قسم خورده بود فلان کار رو انجام میدهد و برعکسش انجام نداد، این در واقع از نظر شرعی حانث شده و کفاره رو باید ادا بکنه. کفاره قسم هم در کفاره قسم هم اختیار هست و هم در واقع بدل در اون وجود داره. 3 مورد هست شما اختیار دارید یک از این موارد رو انتخاب بکنید. یا این که به 10 مسکین غذا بدهید، این مورد اول. مورد دوم یا به 10 مسکین و 10 انسان فقیر لباس بدهید. مورد دوم. مورد سوم این است که یک غلامی رو آزاد بکنید. این در مرحله اول هست. غذا دادن به 10 مسکین، لباس دادن به 10 مسکین و فقیر، یا غلام آزاد کردن برده که امروز آزاد کردن برده در واقع وجود نداره، میمونه فقط این دو گزینه. برای اطعام مسکین، برای اینکه فقیر رو غذا بدید، لازم نیست که شما در واقع یک شبانه روز کامل غذا بدید، یعنی صبحانه و نهار و شام بدید تا اینکه به اصطلاح 10 مسکین کامل باشه. نه، فقط یک مقدار، یک وعده رو، یک صبحانه بدهید، یک نهار بدهید، یک شام بدهید 10 نفر رو، این کاملا کفایت میکنه و مقدار شرعیش هم تعیین شده از نظر شرعی و مقدار به اصطلاح کفاره در قسم نصف صاع هست. صاع رو که همون نهایت مقداری رو که تعیین کردن بگیریم که 3 کیلو باشد، یعنی این که نصف صاع، یعنی 1.5 کیلو گندم به عنوان برای هر یکی از این فقیرا که بدن، این در واقع میشد کفاره قسم. یا لباسشون یک تکه لباس باشه، مانند یک فرض کن برای 10 نفر دستمالی مثلا بخرد یا یک پیراهنی بخرد، این هست. منتها اگر کسی نتوانست، قدرت مالی نداشت، نمیتونست که غذا بده، نمیتونست که لباس بده و امکانم نداشت که در واقع غلامی را آزاد بکنه، حکمش آخرش این است که 30 روز را روزه بگیرند. برخی از مردم اشتباه فهمیدن، فکر میکنند که کفاره قسم این است که ابتدا بروند 30 روز را روزه بگیرند. این جایز نیست و حرامه که اینجوری عمل بکنن. حکم اولش اینه که شما باید غذا بدید، یا غذا بدید، یا لباس بدید، یا غلام آزاد بکنید. اگر نتوانستید، مرحله بعدی این است که 30 روز را روزه بگیرید. این کفاره قسم شماست.